سلام، وقت بخیری دارم به تمام شما بیننده های عزیز. امید است که جور صحتمند باشین و روز تا این به خوبی خوشی سپری کرده باشین. باز هم برنامه یک سبات پرسش است و شما رو خوش آمدید میگم. برای امام محمدی برنامه رو تقدیمتان میکنم. قسمی که در تصویر هم میبینید امروز آمدیم به یک از فروشگاه ها و با کسایی که در اینجا مصرف فروشات هستند همراهشون هم کلام میشیم، صحبت میکنیم و سوالایی که ازشان میپرسیم و باید برای ما جواب بدن. پس آخر لحظات برنامه ما رو همراهی کنید. خب بیننده های عزیز، در کنار یک از هموطنان ما قرار داریم که در اینجا مسئول فروشات هستن. میریم همراهشان معرفی میشیم. سلام، خوب هستین؟ سلام. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما بخیر. شکر، زنده باشین. خودم معرفی کنید. اسم تمیم یکم از دکانداران شهر مزار شدیم. تمیم جان، دیگه بجز دکانداری کدام مصروفیت هم داره؟ بدون دکانداری مسئول هستیم شده. کدام رشته؟ اقتصاد. سال چندم ساله؟ سال اول هستیم. خوب است دیگه. این داراغش. چند سال است که میشه دکانداری میکنید؟ حدوداً 4 سال میشه دکانداری. خوب است. در اینجا تنها هستین یا کدام شریک یا همکارم دارید؟ برادران بسیار خوب. برنامه یک ساعت پرسش است، یک سوال انتخاب کنید. درست است. با شما میخوانم. آماده هستید؟ گفتم بزرگترین لاف که تا باز دارین چی بوده؟ ما قبل خود نبوده این چی نفهم میشه. هیچ امکان نداره که تا حالا لاف نداده باشید در اینجا. لاف نزدیم شد. یگان تا همون خورده شد. خوب است دیگه. لاف نمیدونیم مثلا در مکتب باشه میتونیم مثلا حالا حل کنیم، هیچ در حال کل نکرده باشیم کلان لاف بدنیم از در خانه است. لاف زدن معروف چیزای خیالی میشه به نظر از من که از ازار واقعی هستیم. چیزایی را که میکنم درست کردم و ما رو خیلی خوب، میشه به آرزویتون میرسین، موفق باشین. اگر پیام داشته باشین سلامت باشین. پیام خاص ندارم. ما اگر بکنم فقط با جمله ما یک پیام دارم که اکثر یک هوشیار و بیدار باشین، زیاد گنگستر باشین، یک متوجه اوضاع باشین. از بالا ما چیزی این جامعه باشین. شکر، موفق. سلامت زنده باشین. خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر هستین؟ جان کنجور است. معرفی کنید. سمیر هستم، یکی از باشندگان شهر مزار شریف در دکانداری سیگار. بچه دکانداری دیگه کدام مصروفیت هم داره؟ دیگه مصروفیت هم داریم. بله. چی مصروفیت؟ مکتب است، آمادگی است، دکانداری خود بجاش کاره. خیلی خوب لایق هستین دیگه. ما میشیم دیگه. چند هستین در مکتب؟ در مکتب سنت دو هستیم. بسیار خوب، انشاءالله موفق باشین. برنامه یک سوال پرسش است، یک سوال انتخاب کنید. آماده هستین؟ گفته که تعریفی که زیاد در مورد خودتان شنیدین چی بوده؟ تعریفی که زیاد در مورد خودم شنیدیم بسیار مبارزه خوب است. مبارز در کدام مدرسه؟ کانکور. کانکور میرین دیگه؟ آمادگی میریم. بله. کدام کورس میرین؟ فکرم. بسیار خوب، انشاءالله موفق باشین. اگر پیامی داشته باشین. پیام خاص ندارم، فقط همینقدر که همشهریای ما خوش باشن و از کرونا به امان باشن. تشکر، وقتتون خوش. زنده باشین. سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر، زنده باشین. علیکم سلام. بفرمایید. خدا معرفی کنید. نام اسمت الله. چه مصروفیت دارین؟ دکاندار هستم. بسیار خوب، برنامه یک سوال پرسش است، یک سوال انتخاب کنید. یک سوال انتخاب کنم. چی میبرید؟ یک سوال بسیار جالب دیگه. تا حال فیسبوک دخترانه داشتین یا نه؟ نه خیلی. هیچ نداشتین؟ کدام اندیوالتان هم جور نکرده شما را آزار داده باشه؟ او رقم بچه ها هست آزار میده. خودش قانع شدین؟ خود طبعا بچه ها شوخی میکنه، شوخی مذاق داره دیگه. باید آدم خود کنترل کنه دیگه.
بسیار خوب، تشکر. سلامت باشین. اگر پیام داشته باشین. کمپایم خاص ندارم. خدا فستان. سلام، خوب هستین سعدمن؟ سلامت باشین. شما خوب هستین سعدمن؟ تشکر. زنده باشین. خودم معرفی کنین. سلیمان هستم، یکی از دکاندارای مارکت سیتی واک. بسیار خوب، موفق باشین. برنامه یک سوال پرسش از یک سوال انتخاب کنین خدمت. که تعلیقاً چی میبره. آماده هستین؟ آماده هستین؟ گفته یک شعری که زیاد خوش دارین برای ما بخوانین. شعری که زیاد خوش داریم. شعری که خوش داریم، البته ما طرفدار شعرهای عاشقی و فنی هستیم. شعرهایی که پندآمیز باشه طرفدارش هستیم. فرق نمیکنه. باشه یاد میگه وایزان چون جلوه در محراب منبر میکند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. بسیار مقبول. شعر از کی است؟ و شاعرش یادم نیست حالا، لیکن خیلی پندآمیز است، خاطر اون خوشم نمیاد کنم. بسیار خوب شعر است. تشکر. اگر ما خودم پیام داشته باشیم. سلامت باشین. فقط پیامم در مردم مینویسه که فقط از وقت خود استفاده کنم، چون وقت کلاس نیست. از وقت استفاده کنم کلاس استفاده درست. تشکر. وقتتون خوش. سلامت باشین. بسیار تشکر. سلام، خوب هستین سعدمن؟ سلام، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ تشکر. زنده باشین. خودم معرفی کنین. نام آرمان است. مصرف چی کاربار هستین؟ سیتی واک زمین اینجا لازم رشید و بنشی لازم رشید. چند سال است که دکانداری میکنین؟ تقریبا 2.5 سال میشه. این وسایل را آرایشان از کجا وارد میکنین بیشتر؟ بیشتر از کابل میارم. خب از که مال باز دبی می سال دیگه کشورام می خب بخصوص از دبی زیاد میاد. کشورهای خارجی از دبی گفتین زیاد میاد؟ بله دبی زیاد میاد. چیزای دبی خوبش است، یکم تون کیفیتش خوب است. مردم خوب استفاده میکنه، چیزی خوب است. چطور است دیروزا فروشاتون؟ والا خوب است الحمدلله. بد نیست، میشه. مشتری است، مشتری دارم. ما از بخصوص بیشتر چیزای دکان خاص دارم که چیزی باشه کس نداشته باشه. بله. قرنطین کدام تاثیراتی با فروشاتون گذاشته؟ کمتر شدن مشتریایتان؟ طبعا ضرور است که بس کم میشه. بعضی بیرون نمیه. طبعا مشکل است به مردم. خب ان شاء الله موفق باشین. برنامه یک سوال پرسش از یک سوال انتخاب کنید. سوالش من انتخاب کنم. بله، یک سوال انتخاب کنید. هرچی برابر. آماده هستین؟ گفته که تا حال کدام خواب ترسناک دیدی؟ بله چرا نه؟ برای ما قصه کنید. طبعا یک واقعیت بگیم. ما که طالب شبانه بعضی وقت یا زیاد خسته باشم، زله باشم، نماز که نخوانم، باز خوای بسیار ترسناک میبینی. باز یک زمان میخیزم، مثال نماز میخوانم، باز که خوابشم بسیار خواب میبره. قصه کنید یگان یک خواب ترسناک تانه که دیده باشین. طبعا یا مرده باشی، یا دیگه یک تکر کرده باشی، یا دیگه یک مشکل پیدا خواه است. طبعا خواه تخلیق یکم تو مشکل داره. چیزی است که کسی قسم بسیار که بیدار شو بسیار عجیب گپای بستین میشه. خوب است میشه کم تو یا ترسناک و طبعا خواه اکثر ترسناک باشه. وقت شده از خواب خودتان خیسته باشین، دیگران هم ترسانده باشین خیسته باشین، کلگی دو چهار طرف دادن بگه چی شده؟ نه ولی اکثریت ما تنها می باشم به خاطر از که مثال کس پالیم نباشه، به خاطر از اونو نمیترسه. چرا بترسه؟ و اگر وقت شوا که مثال در 5 ماه یک بار یا مثال سر یک بار خواب دیده باشم، مثلا خوای خوب میبینم بد نمیبینم. اگر پیام باشه تشکر. بخیر باشین. یک از دوستان تقاضا میگم چیزی که پیام نیست که خود در خانه کرانتین کنه که نشه وقتا نقصه دیگران را متوجه باشه. کرونا را جدی بگیره بس همین کافی است. تشکر. وقتتون خوش. سلامت باشین. سلامت باشین. روز هم شما خوش. خداحافظ. سلام، خوب هستین سعدمن؟ و علیکم السلام. خودتون خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. زنده باشین. خدا معرفی کنید. ما محمد نوید هستم. چه مصروفیت دارین؟ مصروفیت دکاندار هستیم. چند سال است که دکانداری میکنید؟ تقریبا 12 سال میشه دیگه، از زمان بسیار پرترقی. چطور است فروشاتان؟ فروشات ولی امروزا دیگه به بهانه قرنطینه و به بهانه نمی دیگه مریضی بسیار فروشات ضعیف است. مگم بعد از او خوب بود، قبل از اید بسیار خوب بود. نه از اید فتره به فروشات بسیار ضعیف است. اینا مالایتان از کجا وارد میکنین؟ از کدام کشور؟ مالای ما از خود ما وارد نمیکنیم، من تجارت از کشورهای مختلف وارد میکنیم. ما میریم از عمده فروشی میگیریم. بیشتر از کدام کشور وارد میشه؟ یعنی زیادتر دیگه در این حساب مالای چین میه. مگم از پاکستان، از ازبکستان، از کشورهای دیگه هم وارد میشه.
بسیار خب برنامه یک ساعت پرسش از یک سوال انتخاب کنید. خب از داخل سواد بگیرم. ببینید که تالیتان چی میبره. باش من براتون میخوانم. آماده هستی؟ خب آیا آشپزی یاد داری یا نه؟ ولی آشپزی یاد دارم. در کجا معمولا زیادتر آشپزی میکنید؟ در خانه یا که رفیقا؟ آشپزی زیادتر که رفیقا که باشیم آشپزی میکنم، به خاطر که این تقریبا در مزار شریف 2 سال میشه مسافر هستیم، اینجا اتاق داریم. باز آشپزی یگان وقت نوبت میرسه به گردن ما هم میفته که دیگه باز ما آشپزی کنیم. غذا رو خوبش پخته میتونید دیگه. غذا زیادتر ماشه. شوروا رو زیادتر پخته میکنیم. بیاین حتما سر چشم. وقت هم شده دیگه سوختانده باشه خوب بچه‌ها جنگ کرده باشه دیگه. دورای قدیم بله مگم حال نه حال آشپزی ما خوب شده بسیار. هیچ نمی‌سوزونید. نه دیگه حال بازم ما با آتش از گفتن نمیشه شاید بسوزه. بسیار خوب تشکر سلامت باشین. اگر پیامی داشته باشین. پیام ما اول بر جواناست، بر جوانا پیام می است که هیچ وقت دست از تحصیل بر ندارین. این ما خود ما 2 سال از این مزار شریف هم مسافر هستم، هم خرج تحصیلات خود پیدا میکنم و هم درس خود میخونم. جواب برای جوانای است، زیادتر جوانا شاید به خاطر بهانه اقتصادی بگن که والا ما درس خوانده نمیتونیم، اما هیچ وقت دست از تحصیل بر ندارین. میتونین یک پوانتون اگر یا شخصی یا دولتی وقتی که میخونین مشکل نیست. پوانتونا بسیار اول سهولت داره، اول تخفیف میده، غیر از اون پوانتونا سهولت تجربه داره. میتونین که 1 سال بخونین، تاجیل بگیرین، کار کنین، باز با تحصیلتون ادامه بدین. مقصد برای جوانا هم است که عمرتون را حیف نکنین، دست از تحصیل بر ندارین. تشکر وقتتون خوش. بخیر باشین، خوش شدیم که سلام خوب هستین سعدمن؟ سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ جانتان جور هستن؟ تشکر. زنده باشین. خودم معرفی کنین. نامتون چیه؟ من عبدالله هستم، باشنده شهر مزار شریف. در مارکت سیتیواک دکان دارم. بجز دکانداری دیگه کدام مصروفیت هم داره؟ فعلا غیر دکاندار دیگه مصرفیت ندارم. اینجا چند سال میشه تقریبا دکاندار هستین؟ چند مدت؟ 6 سال شده دکاندار هستم. اوه 6 سال زیاد است. خوب است. خوب تجربه دار هستین دیگه. خب دیگه کسی ماست دیگه، مسلک ماست، پیش میبریم دیگه. تنها هستین یا کدام همکارم داره؟ نه ما هستیم 2 نفر شریک هستیم، 2 نفر هستیم دیگه، خاطر رو پیش میبریم 2 نفر. بسیار خوب. برنامه یک ساعت پرسش هست. یک سوال انتخاب کنید. بفرمایید. یک سوال بسیار جالب است. آماده هستین؟ تا حال شده کالایتان سرچپه پوشیده باشین و کسی دیده باشه؟ در وقتی که خواب بودیم در مجال خیلی کالای سرچپه زیتونی سرچپه بوده، بلا زیتونی سرچپه پوشیدیم. سوادم دوبای شب بودم. در خانه بوده دیگه. در بیرون کدام جایی نشده سرتان ناوقت شده باشه؟ نه در بیرون نشده، فعلا در خانه شده بود. دوبای شب بود بلا. خنده کنن سرتان دیگه. نه که ما خانه علادگی خواب میکنم از 17 ساله تا فعلا که خانه علادگی دارم، کس به هم مزاحمت نمیکنه. هیچ کس ندید دیگه. هیچ کس غیر خود کس ندیده. و تو کدام روز نشده کدام دیده باشه؟ فعلا کس ندیده. خوب با مسئولیت هستین دیگه. فعلا خود مسئولیت دارم دیگه. بودم دکان. تشکر. اگه پیام داشته باشین. پیامی دارم که در افغانستان صلح بیاید، یک سلسله مسئله بیاید، دیگه جنگ نباشه، چی نباشه، دیگه این پیام دارم. تشکر. وقتتون خوش. خداحافظ، خوش آمدید. سلام خوب هستین سعدمن؟ بخیر باشین، سلامت باشین. خودم معرفی کنین. نامتون چیه؟ اسمم نوروز است، ولد جان محمد، باشنده مزار شریف. چی مصروفیت دارین؟ مسئولیت دارین دیگه، میفهمین دیگه دمیشون. بجز دکانداری دیگه کدام مصروفیت هم دارین؟ نه خیر نه. درس میخونین؟ درس هم میخوانیم دیگه، تا صنف 12 بود دیگه. بله. خوب است. برنامه یک ساعت پرسش هست. یک سوال انتخاب کنید. ببینید تالیتان چی میبره. آماده هستین؟ آماده هستین دیگه ولی. بر ما یک فکایی جالب بگید. والا فکایی دیگه نه در فکایی نه در شیر. هیچ امکان نداره یقه شده باشین کلان آدم یک فکایی نشونیده باشین. فکایی و قسمی خوشیدیم زیاد از ما حیران مونیم کدامش بگویه. یکم تاشو بگین که زیاد خودتان خنده کرده باشین جالب بوده. نه یکم تا یادی تو بگو بجای من. چی بگویم مثلا دیگه نه. یکم فکایی که بسیار سرتان جالب براتون جالب بوده باشه خنده کرده باشین دیاتون خب میمونه. دیاد و قسمی خود میمونه اما برای فعلا نه. یکم شعر برام بگید. شعر نگوین که شعرم یاد ندارم. شعر خاک پای دوستان در نزد ما یک آرزوست، گر دوست قابل بداند جان ما تقدیم اوست. بسیار مقبول. تشکر. سلامت باشین. اگر پیام داشته باشین. بخیر سلامت باشین. وقتتون خوش. زنده باشین. خوش آمدید. سلام خوب هستین سعدمن؟
زنده باشین. تشکر. شما خوب هستین؟ تشکر. زنده باشین. خودم معرفی کنین. نامتون چی است؟ اسم من شمس رحمان است، باشنده شهر مزار شریف. مصروف چی کاروبار هستین؟ مصروف کاروبار دکانداری. چند سال است که دکانداری میکنید؟ دکانداری ما تقریبا یک مدت 9 سال شده. بسیار عالی. خیلی زیاد شده. خوب تجربه دار هستین؟ ولی تجربه ما بیشتر از این کسب و کار دیسکاول و بوت و چاودی چیزا. بسیار خوب. موفق باشین. برنامه یک سوال پرسش است. یک سوال انتخاب کنید. خوش. ببینیم که تالیتان چی میبره. با شما برتان میخوانم. آماده هستین؟ بزرگترین اشتباه زندگیتان چی بوده که تا حالا انجام دادین؟ بزرگترین اشتباه زندگی ما در زندگی که زیاد اشتباه کردیم، در حساب دکانداری یک چند دفعه اشتباه کردیم، نقص کردیم در مدت 9 سال. چی مثلا چه قسم اشتباه کردین؟ دیگه کدام اشتباه دیگه نکردیم، فقط در مدت 9 سال در دکانداری یک دو سه دفعه اشتباه کردیم که نقص کردیم. اونمو اسمان بزرگترین اشتباه ما در زندگی هم است. دیگه کدام اشتباه ان شاء الله نکردیم. بسیار زیاد تشکر. ان شاء الله دیگه اشتباه نکنین. اگر پیامی داشته باشین. پیام ما به همه دوستان هم است که ان شاء الله برادری و اخوت و دوستی را داشته باشند در بینشان. اینا عمر از تیر میشه دیگه، مقصد خوش باشند در زندگی. تشکر. وقتتون خوش. سلامت باشین. خوش آمدید. سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ علیکم السلام. سلام ایمان پرزشان. بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ تشکر. تشکر. زنده باشین. خودم معرفی کنین. نامتون چیه؟ اسم احمد نوری است. یک تنه دکانداران سیتی واک. بجز دکانداری کدام مصرف دیگه هم دارین؟ خیر نه، فقط دکاندار هستم، دکانداری میکنم. بسیار خوب. این زیورات آلات از کدام کشورها زیادتر میارین؟ کدام وارد میکنین؟ زیورات دیگه از ما که از ترکیه و تایلند میاریم. نقره است، نقره باب است. دیگه یخکاش از هندوستان میاریم. کدام شپاش زیادتر میخرن دختر خانما؟ دختر خانما زیادتر می انگشتر و سیتای 4 پیسه تو نقره البته این چیزا رو میخرن. دیگه سیتای ترکی هم، سیتای ترکی و سیتای تایلندی رو زیادتر میخرن. انگشترهای ظریف هر قسم است، گوناگون چیزا را که خوششان آمد رو میخرن. بسیار خوب. برنامه یک سوال پرسش از یک سوال انتخاب کنید. خوش. چرا نه؟ سوالیتان ببینید چی میبره. آماده هستین؟ یک سوال جالب است اگر. به نظرتان دخترها با وفادار هستن یا بچه ها؟ والا به نظر ما چی بگم براتون، دخترها با وفادار است از بچه ها کردن. دل شما نغلطه. گرچه با بچه ها زیادتر از ما که دل شما نغلطه با اون ارتباط. نه شما اونگه راست خودم بگین دیگه. تجربه دارین چی بلا؟ والا یک موضوع است که ما که به دیدگاه ما به نظر ما بچه ها با وفادار است. چی یعنی؟ چرا؟ به خاطر که دیدیم بعضی ها رو دیدیم. اگر حقیقتش بگویی، اگر در دنیای مجازی بری، در سال 1400 بری، در این وقتا بری، ایتی که فکر کنی در حساب عاشق و عاشقی و گپ سخنا، در یوم موت ایچی نمیکنم. باور خود گچی ندارم. هیچ کارا شکر الحمدلله نکردیم و نمیکنم. بچه با خاطر از ارتباط از دختران. خیلی بسیار زیاد تشکر. پیام اگه داشته باشین. پیام والا پیام ما اینمیست که افغانستان یک سال سرتاسری بیاید و دوم دیگه ویروس کرونا بسیار زیادتر شده در این وقتا. تمام هموطنان خود یک پیام دارم برشون که تو خود چی کنن، تو محفوظ نگاه دارن با ارتباط ویروس کرونا که خدای نخواسته کرونا نگیره شما. بس خلاص دیگه کدام پیام. تشکر. وقتتون خوش. وقت خوش بر شما. سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ هستین؟ همیشه جایتان جور سلامت هستین؟ تشکر. زنده باشین. خودم معرفی کنین. نامتون چیه؟ نام است الیاس محمد رجبی از کارمند بزازیان. اسمی که میبینیم دکاندار هستین. بجز دکانداری دیگه هم کدام مصروفیت دارین؟ نه خیر. درس نمیخونین؟ خیر. چند سال میشه که دکانداری میکنین؟ 5 سال از دکانداری میکنم. این کار از کجا زیادتر میارین وارد میکنین؟ از چین میاریم، از پاکستان میاریم، از لاهور میاریم، از هر جای میاریم. کدام رنگاش زیادتر میخرن فروش دارن؟ رنگای شوق از هر رنگ داره، باز هر رنگ کار که ذوق خود داره میخرن. باز چطور از فروشاتون در روزا قرنطینه کدام تاثیری به فروشاتون هم گذاشته؟ نه شکر خوب است. بسیار خوب. برنامه یک سوال پرسش از یک سوال انتخاب کنین. هر سوال برام با جواب. با شما براتون میخوانم. آماده هستین؟ آماده هستیم. با ارزشترین شخص زندگیتون کیست؟ مادر جان. بجز مادرتان. مادر جان. بجز مادرتان پدر جان دیگه نیست؟
بسیار خوب، تشکر. سلامت باشین. اگر پیامی داشته باشین. سلامت زنده باشین. خداحافظ. وقتتون خوش. خداحافظ. سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ سلامت زنده باشین. تشکر. خدا معرفی کنین. نامتون چیه؟ نثار احمد، باشنده مزار شریف. مصرف چیکار بار هستین؟ هرچند میبینی؟ والا مصروف اینه اطلاعی بدل هستیم دیگه نمیشه. چرا طلای بدل؟ خاطر که نقلی است دیگه، خاطر همین رفع مشکلات مردم که بسیار بیپولی در افغانستان ما زیاد است، مجبور هستیم همین کسب و کار پیش ببریم. این اصلی نیستن اینا؟ از کلش نقلی است. چطور از فروشاتون در این روزا؟ والا فروشات دیگه خاطر همین آوازه قرنطین بسیار سر ما تاثیر کرده. همین یک هفته است که بسیار در سطح پایین است فروشات ما. اینا را بیشتر از کدام کشور وارد میاره؟ بسیار از کشورهای هند است، همسایه ما هند است، پاکستان است، دیگه چین است. بیشتر در کجا اینا را استفاده میکنن؟ والا بسیار در محفل است که حالا اتاق قرنطین شده، کسب و کار نیست. حالا مقصد در حساب محفل ها بسیار کسب و کار ما خوبتر پیش میره. اینجا در دکان تنها هستین یا کدام شریک همکارم داره؟ هستم بیادرم هم هست اینجا، دو بیادرم اینجا کار میکنیم مقصد. بسیار خوب. برنامه یک سوال پرسش از یک سوال انتخاب. یک سوال انتخاب کنیم، داخل چیز بگیریم. داخل سوال هر سوال که برمد باید جواب بده. درست است. بسم الله. آماده هستین؟ از زندگیتون چند فیصد راضی هستین؟ والا شکر فضل خدا، مادر پدرم زنده است، 1000%، 100% راضی هستم زندگی. اگر دکاندار نمی بودین دوست داشتین چیکاره شین؟ دکاندار نمی بودم، یگان وقت دامام خواندن میکنم، مقصد در حساب خوانندگی بسیار شوق دارم. یعنی میخواین اگه آوازخوان شین؟ آوازخوان بسیار مشهور شوم انشالله. خوب که صدایم ببینم انشالله چیز میشم. بر ما یک آهنگ زمزمه کنین. یک آهنگ زیاد خوش دارین دیگه. خوب همیشه استعدادتان نشان بده. استعداد همیشه باید نشان بدم. چیزی براتون بخونم؟ هر آهنگ زیاد خوش دارین همیشه زمزمه میکنین تنها باشین. تنها زمزمه میکنم. این بازی زمان است، آخه دلم جوان است، اما میگن دیوانه است. دیگه چی؟ خیر گپ نیست. صدایتان مقبول است، خوش میخوانند. بخیر انشالله یک آوازخوان خوب شوین. تشکر. زنده باشین. بخیر. پیام اگر داشته باشین. زنده باشین. پیام کوتاهی دارم از بزرگا که می قرنطینه اعلام کنن، بانم کسب کار مردم که مردمی هستن که امروز کار نکنن، شب نان خوردن نمیتونن. لطفا از این بزرگواران یک خواهش کوچک میکنم که می قرنطینه باز کنن. تشکر. سلامت باشین. وقتتون سلامت باشین. همچنین تشکر از سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ سلام، خوب هستین؟ صحتمند بخیر. تشکر. زنده باشین. خدا معرفی کنین. بصیر هستم، یک تنان دکاندارانه مارکت سیتی واک. بسیار خوب. بجز دکانداری کدام مصروفیت هم دارین؟ فقط شغلم دکانداری. چی میفروشین؟ پنجابی. از کجا وارد میکنین پنجابی را؟ هند، پاکستان، از اینجا. بیشتر از کدام کشور؟ بیشتر از هند پاکستان دیگه. فروشاتون این روزا چه قسم است؟ فروشاتم به خاطر هم گپ قرنطینه چیز گپ نیست، خیریتی است. کم داشته فروشاتون؟ بسیار. بسیار خوب. برنامه یک سوال پرسش از یک سوال انتخاب کنین. سوالتان چی میبرایم؟ بشما براتون بخوانم. آماده هستین؟ گفتن یک خاطر جالب زندگیتان رو بگوین. یا خاطر جالبم، یا خاطر جالب کدام خاطر خوب نه. هیچ انسان نیست که کل چیزا خاطر است، فقط یکان تا که بسیار براتون جالب بوده باشه، یکان جای شده باشین یادتان به خندیتان گرفته باشه. خاطر جالبم دایم اینه بچه خالم است که سلیمان جان رفت ببینم اینو برای خندیم میاد. چرا چیکار میکنه که خندیتان میگه؟ خود دیگه یک عکس العمل نشان میدم تو. خب بسیار خوب. تشکر. اگر پیامی داشته باشین. فقط تشکر از نمیکنم، پیام خاص نیست. وقتتون خوش. خداحافظ.
خب بیننده های عزیز، این بود برنامه یک ساعت پرسش که تقدیمتان شد. امید است که از برنامه لذت برده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. شما میتونید ویدیوهای ما را، برنامه ما را از طریق صفحه فیسبوک شبکه افغانستان 24 و همچنین از طریق چینل یوتیوب ما تماشا کنید و حتما فراموشتان نشه که صفحه ما را حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. تا برنامه بعد، تا دیدار بعد که باز هم در خدمتتان قرار میگیرم. شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب خوش داشته باشین. خدا نگهدار.